سلام و درود، تاکسیکو هستم. خوش اومدی به جدید. امروز میخوام بهت یاد بدم که چجوری مثلا پارت دوم قسمت چجوری میتونیم گوشی خودمون رو به وبکم تبدیل کنیم. پس بریم ویدیو رو داشته باشی. امیدوارم خوشت بیاد. اگه خوشت اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و بریم ویدیو رو شروع کنیم. خب اومدیم به اون قسمت از موضوع که چجوری گوشیمون رو به وبکم تبدیل کنیم. اول کاری که میکنیم اسم برنامه‌اش اول بگم. چون میتونم با سیم وصل و اینم از ویدیو امروز. رسیدیم به پایان فیلم و آموزشمون. امیدوارم ویدیو خوشت اومده باشه. اگه خوشت اومد لایک کن و سابسکرایب کن، چون حمایت زیادی میکنی. حتی اگه یه دونه لایک کنی و ممنون میشم این کار بکنی. بعد ویدیوی بعد که همین ویدیو خفن هدفونه که من میگم حتما نگاش کنی، برو نگاه کن. و تا ویدیو بعد بدرود.